خب قانونی که امروز ما قبول کردیم یکی از قانون‌های خیلی مهم برای حیات جمعیتی به شمار می‌رود، زیرا اون با مناسبت‌های شهروندی جمهوری تاجیکستان وابستگی زیر دارد و اگر ما نقطه مشخص رو بگوییم تمام ماده‌های این قانون که پیش قبول گردیدند در هنگام محاکمه رو شما شاهدان بودید، اینا همشون یک چیزی مشخصی به خود دارند. بیش از همه ما در وقتی تهیه این قانون اون نقطه رو به نوبت گرفتیم که قانون قبلی که عمل میکرد هنوز سال 1995 قبول گردیده بود و اون وقت تاجیکستان با بسیاری از پیمانهای بین المللی که با حقوق انسان است همراه نشده بود و البته بعد همراه شدن با کنونسیون پیمانهای بین المللی مطابق نمودن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با این پیمانها با میان آمدگی بود و این چنین در رفت تطبیق کردن این قانون عمل کننده بسیار مسئله های پیدا شدند که در قانون حل خود را نیافته بودند یا که حل مشخصی خود را نداشتند. بنابراین تصمیم گرفته شد که لایحه نو این قانون آماده گردد و اون به بررسی ما پیشنهاد گردید. باید قید کرد که در لایحه پیشنهاد گردیده قانون مذکور با مسئله هایی که وابسته به صاحب شدن به شهروندی جمهوری تاجیکستان، به قطع کردن شهروندی تاجیکستان و برقرار کردن به شهروندی جمهوری تاجیکستان است دقت مخصوص داده شده است. اگر ما در تجربه جهانی نظر افکنیم بیشتر در بسیاری دولت ها یا اینکه اگر مثلا صاحب شدن به شهروندی را از روی اگر فقط تولد به نگاه کنیم میبینیم که تنها از روی پرینسیپ آخونی یا اینکه از روی پرینسیپ خاکی اون رو به تنظیم می‌دارند. یعنی شخصی که مثلا در حدود دولت معین تولد شده است اگر پرینسیپ خاکی عمل کند نوبسته از شهروندی پدر و مادر او شهروندی اون دولت را صاحب می شود و برعکس در پرینسیپ خونی باشد فرزندی که از شهروندان یک دولت تولد شدگی هستند اونها صرف نظر که در کجا تولد شده است اون شهروندی این دولت رو به دست می‌آورند. در ما باید قید کرد که این پرینسیپ از روی تولد شکل آمیخته را دارد. یعنی ما در قانون نشان داده هستیم که اون شهروندانی که اون کودکانی که از شهروندان جمهوری تاجیکستان پدر مادر یعنی شهروند جمهوری تاجیکستان میباشند صرف نظر از اون که در کجا تولد شدند در حدود جمهوری تاجیکستان یا بیرون از اون شهروندی جمهوری تاجیکستان را صاحب میگردند و در این مورد باز ما در نظر داریم که برای شخصانی با یک کاتگوری معین شخصانی دیگر نیز ما بعضی گذشته را کردیم که مثلا کودکی که از شخصانی به شهروند تولد شده است اگر او در حدود جمهوری تاجیکستان استقامت دائمی داشته باشد شهروندی جمهوری تاجیکستان را به دست می‌آورد. یعنی اگر ما نگاه کنیم در نگاه اول اگر ما پرینسیپ خونی را جاری کرده باشیم در مورد دوم یعنی پرینسیپ خاکی را استفاده بردیم و این چنین در تجربه بین المللی این چنین یک پرینسیپ میراثی هم است که در بسیار دولت‌ها به این نوبت گرفته می‌شود که اگر مثلا بخصوص این در حالی است که مثلا شهروندان از یک منطقه به منطقه دیگر کوچ بستند یا که از یک دولت به دولت دیگر سالهای پیشین به طوری کشانده شده بودند در این مورد در بعضی موردها در قانونگذاری مثلا دولت پریبالتیکا مقرر کرده شده است که شهروندانی که فرزندان اون شخصانی میباشند که شهروند دولت‌های مثلا نزد بالتیکا بودند و تا سال 40 آنها بعد خارج رفتگی بودند آنها همچون میراث میتونستند شهروندی را قبول کنند. در ما اگرچه با میراث وابسته نباشد هم لیکن در قانونگذاری پیش می‌آید است که اون فرزند اون کودکان یا که اون شخصانی که پدر و مادر آنها شهروندی جمهوری تاجیکستان را داشتند آنها میتوانند که به شهروندی با طریق صادر کرده شده قبول گردند. در مورد قبول کردن به شهروندی جمهوری تاجیکستان نیز ما سه ترتیب را پیش بینی در قانون نو پیش بینی میکنیم که قانون اول این یعنی با رعایت کردن همه شرط ها یعنی حداقل 5 سال در جمهوری تاجیکستان استقامت بلافاصله داشتن دانستن زبان دولتی در سطح معاشرت و داغ سودی نداشتن اگر ما مقرر کرده باشیم و برای این در گروه اول باشد برای گروه دوم با طرز ساده کرده شده نسبت یک گروه آدمان مقرر کردیم که آنها میتوانند
با رعایت کردن نصف مهلتی که برای قانون پیشتر بود آنها به شهروندی قبول کرده شوند و طرز سوم این با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شین صلاحیت داده شده است که او میتواند به رعایت نمودن آن شرطهایی که در قانون معاشره پیش میگردند شخص رو به شهروندی جمهوری تاجیکستان قبول نماید. در مورد همون دویمش استاد گفتید اون اگر کمتر شهر میدادید مود علاوه شرطی همون گفتید که مثلا امتیازها دارند. خب در ماده 16 همین لایحه‌ای که ما امروز قبول کردیم قبول نمودن به شهروندی جمهوری تاجیکستان با ترتیب ساده کرده شده نشون داده شده است. در اینجا ما پیش بینی میکنیم که یک قطار شخصون امتیازها داده می شود که آنها به رعایت کردن بندهای یکم و دوم یعنی که 5 سال استقامت دائمی شرط نیست و دانستن زبان دولتی در سطح معاشرت یعنی شرط نیست لیکن مورد تعقیب جنایتی قرار داشتن او استثنا نمی شود. این کدام آدمانند؟ این پیش از همه آن شخصانی می باشند که برای دستاوردهای عالی در ساحه‌های مختلف علم و تکنیک دارند، در ورزش دارند، در ساحه تندرستی دارند، اینچنین در فرهنگ آنها کامیاب گشتند، اینچنین آن وتران‌های جنگ بزرگ وطنی که شهروندی اتفاق سوویتی پیشتر را داشتند و عین حال در جمهوری تاجیکستان استقامت دارند. کودک یا شخص غیر قابل عملی که تحت وصایت یا پرستاری شهروندان جمهوری تاجیکستان قرار دارند یا اینکه اون کودک و شخصان غیر قابل عملی که در تحت پرستاری پوره دولت در مؤسسه‌های تربیوی و تربیتی قرار دارند. اینچنین شخصانی که شهروندی جمهوری شوروی تاجیکستان را داشتند هم شهروندی سابق اتحاد شوروی بودند و با در دولت‌هایی که امروز به هیئت سابق اتحاد شوروی شامل به داخل هستند لیکن آنها شهروندی اون دولت‌ها را نگرفته شخصی بی‌شهروند گشتند. این کاتگوری آدمان میتوانند با ترتیب ساده کرده شده قبول گردند و باز گروه دیگری که با ترتیب ساده کرده شده قبول کرده می شود این با کم کردن نصف مهلت استقامتی که در سرخط یکم ماده 15 یعنی که 5 سالی که ما گفتیم در 2.5 سال اگر اون استقامت دائمی داشته باشند این با این گروه نیز یک قطار شخصانی داخل می شوند که آنها نیز به طور ساده کرده شده قبول می گردند. اینها شخصانی بی‌شهروند در نظر داشته شده شخصانی که بی‌شهروند هستند و در تاجیکستان مدت طولانی زندگی میکنند اینها و شهروندان خارجی که هنگام تولد پدر یا مادر او شهروند جمهوری تاجیکستان بودند. میدونید که بعد پاش خوردن اتحاد شوروی بسیاری از شهروندان جمهوری تاجیکستان به دولت‌های سابق SSR کوچ بستند در آنجا زندگی میکنند. این یک امتیازی است برای آن شهروندان سابق جمهوری تاجیکستان که امروز خواهشی با دولت اجدادی خود یا بابایی خود پیوست شدن رو دارند. در قانون مقرر کرده شده است که کی نمیتواند به شهروندی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شود. البته پیش از همه در این مورد اون شخصانی نمیتوانند به شهروندی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شوند که دایر به خود یا اینکه دایر به حالت‌های کار معلوماتی بر دروغ البته جمع کردن حجت‌های زیادی در این مورد لازم است و اگر حجت‌های بر دروغ جمع کرده ورده باشد چون این شخص به شهروندی جمهوری تاجیکستان قبول کرده نمی شود. این چنین شخصی که اعضای هر گونه سازمان و حزب‌های منع شده باشد یا تشکیلات افراطگرای باشد که فعالیت آنها در جمهوری تاجیکستان منع کرده شده باشد این هم نمیتواند. شخصی که برای صادر کردن جنایت‌های وزنی و مخصوصا محکوم شده باشد یا که شخصی که تحت تعقیب جنایتی قرار داشته باشد یا جزای محروم ساختن از آزادی را ادا کرده ایستاده باشد و وقتی که ما درباره شهروندی سخن می‌رونیم ما باید در نظر داشته باشیم که با بعضی دولت‌ها ما شهرنامه با فدراسیون روسیه شهرنامه دو شهروندی داریم با دیگر دولت‌ها ما چنین شهرنامه را نداریم ولی وقتی که شخص برای شهروندی جمهوری تاجیکستان شدن مراجعت می‌کند ولی از شهروندی دولتی که در اونجا استقامت می‌کند یعنی شهروندی که خارجی است و نمی‌خواهد که از شهروندی اون دولت یعنی دست کشد در این مورد نیز با او رد کرده می‌شود اگر او عهده‌داری یا که مقصدی از شهروندی اون دولت برآمدن رو نداشته باشد در این مورد عرضه و رد کردم.
мешавад. استاد همین یک چیز دقیق میکردید اونهایی که علاقه شهروند تاجیکستان هستند اما عضوی میگیم این یا اون سازمان افراطی هستند در جنگ‌های مسلحانه حالا شرکت دارند از آنها گرفته میشود حق شهروندیشون یا چی؟ نه محروم کردن شهروندی تنها با اساسایی که در قانون پیش بینی کرده شده است ممکن است و شخصانی که اعضای تشکیلات های افراطگرا هستند یا که دیگر تشکیلات های غیر قانونی در خارج کشور هستند آنها با این اساس تنها از شهروندی جمهوری تاجیکستان محروم کردن نمیشه.